إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، امروز درسی چی؟ امروز درسی نواقض الاسلام، 10 شکننده های اسلام. 10 شکننده های اسلام. ای نواقض. کلمه نواقض جمع است، معنای شکننده ها. ناقض مفردی اوست که می شود شکننده. یکمین از همین شکننده ها این چی است؟ این شرک. چطوری که می گوید الاول الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله ای شریک آوردن در پرستش خدا، در عبادت خدا. شریک آوردن، همتا، مثل، مانند آوردن در عبادت، در پرستش خدا. چطوری که خداوند می فرماید در آیت نساء، در سوره نساء آیت 48 میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. بیگمان هر آینه خدا این که به او شرک ورزیده شد نمی آمرزد. یعنی کسی که به خدا شریک ورزید، خدا او را نمی آمرزد، شرک را نمی بخشد، و غیر از این، از شرک، گناهان دیگر را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد. و هر کی به خدا شریک یا که شرک بیاورد، بیگمان واقعا گناه بزرگی را مرتکب شده است. و باز خداوند عزوجل در آیت دیگر در سوره مائده در آیت 72 می فرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. باز الله می فرماید بیگمان واقعا هر کسی به خدا شرک ورزد، هر کسی به خدا شریک بیارد یا که شرک ورزد یا که همتا یا که مثل مانند بخواند، بی تردید و بی گمان خدا بهشت را برای او حرام کند و جایگاهش آتش است
و جایگاهش آتش است و برای ستمگاران هیچ یار و یاوری نیست. یعنی هرگز آنها روز قیامت یاوری نمییابند. و از جمله شرک باز چیست؟ از نمودهای شرک دعا کردن، خواندن مرده ها را، از مرده پرسیدن، یاری پرسیدن، مدد پرسیدن، شفاعت پرسیدن و کمک خواستن از او و نذر و قربانی برای او کردن. و نذر و قربانی این هم یکی از چی است؟ نمودهای شرک. و دلیل‌های شکننده های اسلام خیلی زیادند در قرآن و سنت که ما آنها را شماره کردن نمیتوانیم. و در اینجا باز اجماع عالمان است و اجماع ضروری است. اجماع عالمان که کسی که شریک ورزید، بخواند از غیر خدا کسی را، کمک پرسید، نذر و ذبح کرد، پس او چی است؟ او کافر است، او از دین اسلام خارج است. چطوری که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید رحمت الله علیه: و اصل الشرك ان تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع أمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. میگوید اصل شرک چیست؟ اصل شرک تو خداوند را به مخلوقات او برابر میکنی در بعضی چیزهایی که او تنها سزاوار اوست، او تنها سزاوار این کارها و عملهاست، سزاوار مستحق همین کارهاست. تو دیگر نفری را با او برابر و یکسان میکنی. پس کسی به خداوند چیزی را باید برابر و یکسان نکند به مخلوقات او در همه کارها و چیزها، در همه عبادتها، در دعا، در عبادت، در ذبح، در نذر، در کمک پرسی. تنها باید ما چی؟ خدا را بپرسیم و عبادت کنیم. و کسی که غیر خدا را عبادت میکند و به غیر خدا توکل میکند، پس او مشرک است، پس او واقعا به خدا شریک آورده است. و چی طوری که ابن عبدالهادی میگوید رحمت الله علیه: ولو جاء انسان الى سرير الميت النعش يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما باجماع المسلمين. میگوید که کسی که به نزد انسانی که مرده است به پیشی نعش او آمد که او مرده است و از او مدد و کمک پرسید، یاری جست، پس او فعلا این کار کرده او شرک است، حرام است به اجماع مسلمانان. پس گفتیم چی؟ پس گفتیم که این در چی بود؟ که خداوند که در دنیا برای او شرک را نمی بخشد، که او در آخرت جاویدان است در آتش و جنت برای او حرام است. پرسانیم از خدا که از این گناهان ما را دور کند.
پس در دنیا باز حکمهایی هست که در بالای اون جاری می شوند. یکم حکمی از آنها، پس گفتیم که در دنیا خداوند او را نبخشید، پس در دنیا باز حکمای او را فرا می گیرد. حکمهایی که در دنیا که یکم همسری او را از او جدا می کنند، همسری او را از او جدا می کنند اگر که همسر داشته باشد. زیرا که زن مسلمان به کافر روانی است، چطوری که خدا می فرماید در سوره ممتحنه آیت 10: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خداوند میگوید و نه آن کافران برای این زنان مسلمان حلالند. نه این زنان بر کافران حلالند. زنان مسلمان بر کافران حلالند و نه آن کافران بر این زنان مسلمان حلالند. یعنی که کافران. و باز میگوید خداوند ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. به زنان مسلمان خداوند مراجعت میکند، میگوید که ولا تنكحوا المشركين، هرگز مشرکان را به شوهر نگیرید. چرا؟ زیرا که آنها مشرکند، به خدا ایمان ندارند تا آنی که آنها ایمان بیارند. شرطی آن چیست؟ ایمان آوردن. باز از احکام دیگری که اگر که اون مردی که به خدا شریک آورد و مرد، او را نمی شویند و او را جنازه نمی کنند و برای او نماز نمی خوانند، نماز جنازه او را نمی گذارند. باز حکمای دیگری هست، یکی از آن حکما او را دفن در مقبره های مسلمانان نمی کنند. باز به او چی است؟ منع از در آمدن مکه، خانه کعبه. چرا؟ زیرا که او از جمله مسلمانان نیست، چطوری که خداوند میگوید در سوره توبه یا ایها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خداوند میگوید که ای اهل ایمان جز این نیست که مشرکان پلیدند، جز این نیست که مشرکان پلیدند، نجسند، پس نباید بعد از امسال به مسجد حرام نزدیک شوند. بعد از امسال یعنی که اون وقتی که پیغمبر در حجت الوداع گفت، همون سال، حاضر سال نه، همون سال پیش که پیغمبر گفت و اگر از سبب قطع رابطه به آنان و تعطیل شدن با ایشان از بینوایی و تنگ دستی می ترسید، خدا اگر بخواهد شما را از فضل و احسانش بینیاز می کند. یقینا خدا دانا و حکیم است. باز خداوند حکم دیگر دنیوی در دنیا که او میراث نمیبرد و از او میراث نمیبرند. او میراث نمیبرد، نه از فرزندانش و نه از خویش و تبارش، و از او هیچ کسی میراث نمیبرد. اگر هر چندی که زن او هم مسلمان باشد باید جدا شود. اگر در همین حالتی که بود، در همین حالتی که شرک آورده بود و چی از دنیا گذشت، پس او جاویدان ابدی در دوزخ است.
پس دوم گفتیم از نواقض اسلام، از شکننده‌های اسلام که میگوید من جعل بینه و بین الله وسائط يدعوهم و یسألهم الشفاعة و یتوکل علیهم فقد کفر اجماعا. اون نفری که بین خود و بین خدا واسطه وسیله میگیرد کسی را، از مرده باشد، از زنده باشد، از بت باشد، چیزی نباشد، و او را میخواند، از او میپرسد، او را دعا میکند، شفاعت میپرسد از او، به او توکل میکند که او را بچی، که او را شفاعت کند، سخن او را به خدا برساند، وسیله گیرد، واسطه کند، پس چی؟ کافر شد به اجماع مسلمانان. دلیل این سخن خداوند که میگوید در سوره یونس آیت 18 و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و آنانی که جای خدا چیزهایی را، به جای خدا چیزهایی را میپرستند که نه زیانی به آنان میرسانند و نه سودی به آنان میدهند، و میگویند اینان شفاعتگران ما اند، ما را نزد خداوند، آنان شفیعان ما، شفاعتگران ما در نزد خداوندند که ما را شفاعت میکنند. بگو آیا خدا را به شفاعتگران خبر میدهید؟ آیا خدا را به شفاعتگران خبر میدهید که آنها را در آسمان ها و زمین نمیشناسند؟ او از آنچه که شریک او قرار میدهند پاک است، منزه است و برتر است. یعنی که خداوند محتاجی و بچی؟ محتاجی به کسی که به او وسیله گیرد و نیاز ندارد به آن کسی که واسطه شود بین او بین خداوند. برای خداوند به ما نزدیک است، صدای ما را میشنود در کجایی که نباشیم و چی طوری که دعای کنیم خداوند میشنود. زیرا این فعلی که آنان انجام میدهند این به فعلی که مانند است؟ به فعلی بندگانی بت پرست به آنها مانند است. و چه طوری که میگوید در آیت دیگر خداوند میفرماید، میگوید در سوره زمر آیت 3 الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خداوند میگوید که تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس. کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمیگیرند و بدان تقرب و توسل میجویند، میگویند ما آنان را پرستش نمی کنیم، میگویند ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گرداند. با چی خاطر؟ به خاطری که ما را به خداوند نزدیک گرداند. خداوند روز قیامت میان ایشان درباره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگویی کفر پیشه را به سوی حق هدایت و راهنمود نمی کند. در اینجا آنها میگویند که ما چی؟
ما آنها را عبادت نمی کنیم، ما آنها را نمی پرستیم، مگر چی؟ مگر همچون یک وسیله می گیریم که آنها سخنان ما را به خدا برسانند. این هم مثل چی است؟ مثل بت پرستان که آنها بت را همچون وسیله، همچون واسطه به خدا می گیرند. و چی طوری که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می گوید فمن جعل الملائکه والانبیاء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. میگوید کسی که ملائکه فرشتگان را و پیغمبران را همچون وسیله، همچون واسطه میگیرد، آنها را میخواند، دعا میکند، به آنها توکل میکند، آنها را از آنها میپرسد. چرا میپرسد؟ جلب کردن منفعت و دور کردن بدی و ضرر، مثل که آنها را پرسد که گناههای ما را بخش و ما را هدایت کن و غم و اندوه ما را کشاده کن، دور کن. چی نیاز ما داریم آن را انجام بده. پس او کافر است به اجماع مسلمانان. و چطوری که باز پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم میگوید و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. اگر که تو خواهی بپرسی غیر از خدا کسی را دیگر را نپرس. اگر پرسنده باشی خدا را بپرس، از خدا بپرس. و اگر طلب یاری و مدد خواستی فقط از خدا مدد بپرس. و باز در سوره فاتحه میگوید خداوند که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را خاصتا میپرستیم تنها و از تو خاصتا تنها مدد میپرسیم. برای همین باز خدا میگوید در قرآن در سوره یونس آیت 18، سوره یونس آیت 106 ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. می فرماید خداوند که و بجای خدا کسی و چیزی را، بین بجای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نسودی میرساند و نزیانی. اگر چنین کنی و دعا و عبادت خود را بجای آفریدگار متوجه آفریدگان سازی، بجای آفریدگان یعنی بجای خداوند عبادت را متوجه به کی کنی؟ به بندگان، پس تو از جمله ستمگاران و مشرکان خواهی شد. باز خداوند می فرماید در سوره شعراء آیت 213 فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس با خداوند دیگر را عبادت نکن، پرستش نکن یا فریاد مخوان دیگر اله را، معبود را کی از جمله روز قیامت در دوزخ از جمله عذاب دیدگان میشوی. باز میگوید خداوند در سوره لقمان آیت 13 میگوید ان الشرک لظلم عظیم. میگوید که شرک چی است؟ هر آینه شرک ستمی بزرگ است، ظلمی بزرگ است. باز می فرماید خداوند در سوره مؤمنون آیت 117 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. و کسی که عبادت میکند یا که به فریاد میخواند غیر خداوند دیگر اله را، دیگر معبود را پرستش میکند یا که میخواند که در این خواندن و پرستش خود دلیل حجتی ندارد، پس حساب او در نزد خداوند است که خداوند هرگز کافران را رستگار نخواهد ساخت. هرگز خداوند کافران را رستگار نخواهد کرد. پس برای همین کسی که بین خود و بین خداوند واسطه گرفت، شفاعت پرسید، به او توکل کرد. توکل چی معنا دارد؟ توکل معنای دارد که انسان به دل خود اعتقاد میکند، تکیه میکند با دل خود به اون نفر و امر کار خود را به او حواله میکند. برای همین ما باید چی؟ غیر خدا کسی را نخوانیم، نپرستیم و نخوانیم، که این چی است؟ یکی از شکننده های اسلام که ما را از اسلام خارج می سازد.